امامعلی رحمان همچون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تا امروز که یک شبانه روز تقریبا میگذرد از این فاجعه و تاجیکان در آن متهم میشوند، امامعلی رحمان در کجا است؟ چرا خاموش است؟ چرا صحبت نمیکند؟ بیانیه نمیدهد؟ پوتین موقعش را بیان کرد، لوکاشنکو کرد، میرزیویف کرد، صحبت کرد، تمام رهبران مسئولین کرده ایستادند، حتی کشورهایی که شهروندانشون به این جنایت متهم نیستند. اما امامعلی رحمان در کجاست؟ من مراجعتم به تاجیکستانیان است، به مقامات، به مسئولین حکومت تاجیکستان است. شما پیدا کنید امامعلی رحمان را. این تنها تقاضای ما پیمان ملی تاجیکستان است، این تقاضای ملت است. پیدا کنید، اگر خواب است بیدارش کنید، اگر مست است هوشیارش کنید، اگر حالا نمیدونم در این شب و روزهای استراحت در یگان حالت پخمیل است، هر چی باشد، چون این عادت دائمی اون کس است، پیدایش کنید. ملت تاجیک در زیر ضربه هست. ملت تاجیک الان هدف قرار گرفته است، خواسته یا نخواسته، به سبب جنایت های چند نفر. و گفت شاعر ابله از بام بیفتد گردن ما بشکند. چند ابله یک کار انجام میدهند، یک گردن ما تاجیکان میشکند. در چنین لحظه ها نفری که از روی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، از روی قانون ها و از روی دعوای خودش و طرفدارانش که خودش را پیشوای تاجیکان جهان اعلام کرده است، در کجاست؟ پیشوا که منطبعهش، پیروانش، شهروندانش در این حالت گرفتارند. بنابر همین باید در اینجا باید کار کرد. وظیفه من از دستم یا اون کار نمیاد که بیام حالا با پوتین صحبت کنم، با نمیدونم فیسبوک روسیه صحبت کنم، یا در روسیه نیستم که کاری را برای تاجیکان انجام داده باشم. وظیفه من همچون رهبر یکی از نیروهای اپوزیسیونی تاجیکستان این با امامعلی رحمان صحبت کردن، پیام را با او روان کردن که او هست مسئول تاجیکستانیان و تاجیکان و او باید الان در همین شب و روز در فکر تاجیکان باشد و تمام چاره ها را بیاندیشد تا اینکه تاجیکان ضرر نبینند، بخصوص تاجیکانی که هیچ ربطی به این قضیه ندارند.